همه ما بارها شنیدیم که اعتماد به نفس مهمه. اما چرا گاهی حس می‌کنیم این چیزی نیست که به راحتی به دست بیاد؟ شاید فکر کنی آدم‌هایی که اعتماد به نفس بالایی دارن راز خاصی دارن که به بقیه نمیگن. تو این ویدیو میخوام پرده از این راز بردارم. چیزی که واقعاً باعث میشه به نسخه قوی‌تر خودت تبدیل بشی، نه کلیشه‌های تکراری و سطحی. اعتماد به نفس چیزی نیست که یه روز از خواب بیدار بشی و یک دفعه داشته باشی. واقعیت اینه که این حس از درون ساخته میشه، نه از بیرون. بیشتر مردم تصور میکنن اعتماد به نفس یعنی اینکه همیشه خودت رو باور داشته باشی. همیشه از تصمیماتت مطمئن باشی و هیچ شکی نداشته باشی. اما این فقط ظاهر قضیه است. اعتماد به نفس واقعی از دو چیز شکل میگیره: درک خودت و عمل کردن به چیزی که میدونی درسته، نه از تایید دیگران، نه از حرفای انگیزشی که چند ساعت بعد فراموشش میکنی، بلکه از چیزهایی که تجربه کردی، از اشتباهاتی که ازشون یاد گرفتی، از لحظاتی که شکست خوردی اما باز ادامه دادی. تصور کن داری روی صحنه سخنرانی میکنی، مردم نگاهت میکنن، سکوت سالن سنگینه و تو یه لحظه حس میکنی که شاید به اندازه کافی خوب نباشی. اینجا لحظه تعیین کننده است. اعتماد به نفس بالا یعنی این که اون حس شک رو ببینی، بشناسی، اما نذاری کنترل زندگیت رو دست بگیره. اعتماد به نفس یعنی حرکت، حتی وقتی میترسی. یکی از رازهای اعتماد به نفس اینه که نباید منتظر باشی که حسش خود به خود بیاد، بلکه باید اول عمل کنی، بعد اون حس رشد میکنه. خیلی‌ها منتظر لحظه مناسبن، منتظر تایید دیگران، اما واقعیت اینه که هر لحظه‌ای که منتظر بمونی فرصت رشد رو از خودت میگیری. حالا به این فکر کن، چقدر از تصمیم‌هایی که نگرفتی فقط به خاطر ترس از شکست بوده؟ چند بار کاری رو که می‌خواستی انجام ندی فقط چون مطمئن نبودی به اندازه کافی خوب هستی؟ راز اصلی اینجاست. اعتماد به نتیجه حرکت و تجربه است، نه چیزی که اول داشته باشی و بعد شروع کنی. اعتماد به نفس بالا یک ویژگی خارق العاده نیست که فقط افراد خاصی داشته باشند. همه ما میتونیم اون رو بسازیم، رشد بدیم و تقویت کنیم. اما این فقط وقتی اتفاق میافته که تصمیم بگیری حرکت کنی، حتی وقتی مطمئن نیستی، حتی وقتی میترسی. پس این لحظه رو به عنوان نقطه شروع ببین. خودت رو از نگاه جدید ببین، نه کسی که باید کامل باشه، بلکه کسی که اجازه داره رشد کنه. و یاد بگیر که به جای منتظر بودن وارد عمل بشی. اون موقع اعتماد به نفس واقعی رو در خودت حس خواهی کرد و اون چیزی نیست که هیچ کس بهت نگفته، بلکه چیزی که باید خودت تجربهش کنی.